روز جمعه سعید رو با شما بینندگان عزیز شد باش میگویم برایتون صحتمندی و طبیب بریده رو تمنا داریم و البته می نداریم که هر صبح خبرها رو از آزادی ویدیو منتظر میشوید. شعله گل خوجه هستم در نویدی بمدودی همراهتون با توضیح ها از تاجیکستان و جهان. در پراگ همین حالا ساعت رسو 7 است و نخست چون همیشه از باد و هوا برای شما معلومات میدیم. در مرکز جمهوری چک آب و هواشناسان امروز هوای ابری رو پیشگویی کردند. قرار است گرمی روزانه تا 17 درجه رو تشکیل نماید. در مسکو هوا ابری و روزانه تا 23 درجه گرم می شود. در پایتخت تاجیکستان امروز هوای آفتابی در نظر است. حرارت تا 30 درجه خواهد رسید. البته شروع میکنیم از یک خوش خبر. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در میدان خود منتخب قرقیزستان را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی گروه F شام پنجشنبه 5 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با حضور نزدیک 20,000 تماشاگر برگزار شد. بازی با هجوم‌های میمونان شروع گشت و آنها در مدت 15 دقیقه برتری داشتند. بعداً تشبث را میزبانان به دست گرفتند. در دقیقه 42 بازی با نیم حمایتگر علیشیر جلیلوف که برای اولین بار در حیات منتخب تاجیکستان به میدان آمد میسر شد که توپ را از جریمه‌گاه به دروازه مهمانان وارد کند. گل یگانه به منتخب تاجیکستان پیروزی و 3 امتیاز آورد. در بازی اولین گروه F منتخب مغولستان در میدان خود بر منتخب میانمار با حساب 1-0 غالب آمد. به این ترتیب در این گروه دسته های مغولستان و تاجیکستان با 3 امتیازی پیش صف می‌باشند. دسته منتخب تاجیکستان بازی دومش را روز 10 سپتامبر در میمونه با منتخب مغولستان انجام می‌دهد. شروع از فردا در تاجیکستان تدابیر امنیتی شدید کرده می شود. برای جای پرزوری ادای خدمت گذاشتن مقامات حفظی حقوق به تجلیل 28مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان وابسته است که 9 سپتامبر جشن گرفته می شود. چنین رجای مقامات قدرتی و کارمندان حفظی حقوق تا 13 سپتامبر ادامه می کند. انتظار می رود که بخشیده به جشن استقلالیت در نوروزگاه دوشنبه نمایش تئاتری شده دایر گردد و همچنین در راغون چرخه دومی نیروگاه به کار انداخته می شود. حکومت تاجیکستان به تازگی هیئت خود را برای شرکت در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا اوید به وضع حقوق بشر در تاجیکستان مشخص کرد. نشست از 16 تا 26 سپتامبر در ورشوا برگزار خواهد شد. رستم عزیزی معاون رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان یکی از آنهایی است که قرار است به ورشوا رود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت از وزارت کارهای خارجه سردار ریاست اطلاعات وفا نیت بگزاده از مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت کارمند ارشد آن عبدالله رهنما و اینچنین نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت و دوستانی کل در نشست سه شرکت و معروضه خواهند کرد. آنها را 2 دیپلمات تاجیک مقیم اروپا همراهی میکند. امسال هیئت حکومت از سال گذشته فرق خواهد داشت. از جمله سال گذشته ایومدین ستاری و عبدالرحیم کریموف 2 عضو سابق حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی در قطار اعضای حکومت قرار داشتند ولی به گفته همصحبت رادیو آزادی امسال آنها یا افراد مانند آنها به ورشوا نخواهند رفت. همزمان نمایندگان مخالف حکومت که اکثرا در اروپا پناهگاه سیاسی یافتند میگویند در ورشوا حضور فعال خواهند داشت. گفته می شود در همایش امسال مخالفان تحت چتر پیمان ملی تاجیکستان اشتراک میکنند. به همایش ورشوا چنین برخی از نمایندگان سازمان‌های حامی حقوق بشر، آزادی مطبوعات و جامعه شهروندی دعوت شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از سال 1994 به این طرف در تاجیکستان حضور دارد. 2 وکیل مردمی بلندپایه امریکا روسیه را برای برگزار نکردن انتخابات آزادی مجلس‌های محلی تنقید کردند. در بیانیه مشترک الیوت ایگل وکیل حزب دموکرات از نیویورک و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و مایکل مکاول وکیل حزب جمهوری خواه آمده است راهپیمایی‌ها با طلب انتخابات آزاد همراه با واکنش کرمل به آن دلیل دیگر است که مردم روسیه از شیوه‌های استبدادی حکومتداری ولادیمیر پوتین خسته شدند. در شهرهای گوناگون روسیه از ماه ایول به این طرف هزاران نفر با طلب انتخابات آزاد و عادلانه و برای راه نیافتن نامزدهای مخالفان به انتخابات مجلس‌های شهر مسکو و سنت پترزبورگ تظاهرات کردند. مقامات میگفتند که نامزدهای مخالفین نتوانستند برای ثبت نام به قدر کافی امضا جمع آورند. روز 5 سپتامبر مقامات انتظامی روسیه همچنین دفتر الکسی ناوالنی پیشوای مخالفان دولت و 2 قرارگاه دیگری او را تفتیش کرده و
و 3 نفر را با خود بردند. نوالنی و همسفانش در شبکه‌های اجتماعی در این باره خبر داده و نوشتند که این 3 نفر بعد از مدت آزاد شدند. در ترکیش نیرومندی نصف روزی 5 سپتامبر در کابل 12 تن کشته و 42 کسی دیگر مجروح شده است. از میان قربانیان 2 نفر از سربازان ناتو بودند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت حادثه در حوزه 9 امنیتی کابل رخ داد. در این انفجار 10 ماشین سبکروی ساکنان عادی نیز خراب شده است. زخمیان که در میانشان زنان و کودکان نیز هستند به بیمارخانه انتقال یافتند. ظاهرا به گفته مقامات مواد ترکنده در داخل ماشین قرار داشت و حملگر آن را در چهارراه‌های پرازدحام کابل انفجار داد. این حمله را گروه طالبان بر عهده گرفتند. طالبان که خود را یک گروه مخالف حکومت افغانستان می‌داند با آمریکا برای صلح افغانستان وارد مذاکره هستند. مذاکره آنها با نماینده آمریکا دوام دارد ولی هنوز حمله گروه طالبان به نیروهای دولتی کاهش نیافته است. دادگاه در ولایت شمال غربی خیبر پختونخوا در پاکستان 3 مرد را برای قتل ناموسی به زندان 1 عمری محکوم کرده است. هر 3 را برای آن جزا دادند که سال 2012 3 زن را برای رقصیدن در یک جشن عروسی در منطقه دورافتاده کوهستان کشتند. دادگاه شهر بیشم روز 5 سپتامبر هنگام مرافعه 5 مرد دیگر را بیگناه دانست. آنهایی که زندانی شدند برادر و پدران زنان کشته شده هستند. حادثه وحشت‌انگیز 9 سال پیش در این منطقه محافظه‌کار پاکستان رخ داد. مردان خانواده 3 دختر بعد دیدن ویدیوی کفکوبی و سرودخوانی آنها در یک جشن عروسی آنها را به قتل رساندند. در این ویدیو همچنین یک مرد می‌رقصیده است هرچند در نوار کاملا علاهیده دیده می شود. مرد دومی صحنه را نوار برداشته است. کجا بودن این مردان و سرنوشت 2 زن دیگری که در ویدیو دیده می شود معلوم نیست. درباره این ویدیو افضل کوهستانی برادر 2 جوان در ویدیو خبر داد و اعلام کرد که قبیله سالاران امر دادند که زنان برای بی‌آبرو کردن عائله کشته شوند. خودی کوهستانی را ماه مارس امسال در شهر ابدآباد در شمال اسلام آباد با ضرب تیر تفنگ به قتل رساند. رقم تلفن موبیلی بیش از 400 میلیون استفاده برنده شبکه اجتماعی فیسبوک در دسترسی عموم قرار گرفته است. در این باره نشریه تک کرانچ خبر داد در مخزن محافظت نشونده صدها هزار ثبت وجود دارد که رقم‌های مخصوص و شماره‌های موبیلی کارمندان نگهداری می‌شوند. تبریه نشریه تک کرانچ ذکر کرده است در بعضی از ثبت‌ها نام استفاده برنده، جنس و کشور اقامتش آشکار است. در مخزن رقم 133 میلیون کاربران از امریکا، 50 میلیون از ویتنام و 18 میلیون از بریتانیا ظاهر شده است. نشریه نوشت دسترسی عام شدن این معلومات به کاربران خطر ایجاد می‌کند و آنها را زیر حمله خلبان قرار می‌دهد و رقم‌های موبیلشان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. ماه ایول امسال کمیسیون فدرالی سودای آمریکا فیسبوک را برای حفظ نکردن مشخصات کاربران 5 میلیارد دلار جریمه کرده بود. سامانه‌های روسی از مرگ یک مهاجر تاجیک خبر می‌دهند. جوان 22 ساله از تاجیکستان در یکی از ساختمان‌ها که بنای استقامتیش در شهرک مورینه کنار سنت پترزبورگ بوده است کار می‌کرده است و به درست کردن شخت مشغول بوده است. او روز 4 سپتامبر از قبطه 7 ساختمان می‌افتد و جسدش را در آشیانه دوم همین بنا پیدا می‌کنند. مقامات حفظ حقوق به تفتیش این حادثه پرداختند. مهاجران تاجیک برای انتقال جسد به تاجیکستان به جمع‌آوری مبلغ آغاز نمودند. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با تغییر الهه‌ها به قانون درباره کارخانه‌های دولتی می‌خواهند نظارت شفافیت در کارخانه‌های استحصالی کشور را پرزور نمایند. فعلا طرح این قانون در کمیته‌های مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار دارد. نظارتی و وجود عامل‌های کورپسیونی، نبودن شفافیت در کارخانه‌های استحصالی کشور بارها مورد انتقاد کارشناسان گردیده است. عالم جان بابایف عضو مجلس نمایندگان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس تغییر الهه‌های پیش بینی شده در نظر است در کارخانه‌های استحصالی دولتی شورای ناظران تأسیس یابد. او با ذکر ضرورت چنین شورای ابراز داشت که یکی از هدف‌های اساسی آن نظارت شفافیت در کارخانه‌ها خواهد بود. بابایف گفت حالا رهبران کارخانه‌های دولتی
دولتی بر اساس پرینسیپ یکسردوری فعالیت میکنند که این شیوه کار نتیجه منفی به بار آورده است و افزود بنابراین ضرورت تشکیل شورای ناظران به میان آمده است تا توانند کار رهبری کارخانه را نظارت کنند. برخی از کارشناسان بر این نظرند که راه اندازی شورای ناظران در کارخانه ها میتواند به نفع کار باشد، ولی مسئله اساسی این است که اعضایان شورا تا کجا در کارشان مسئولیت احساس میکنند. طبق اطلاع اگنتی امور تاجیکستان فعلا در کشور بیش از 2000 کارخانه صنعتی به قید گرفته شده است. این در حالی است که بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان تنها طی 9 ماه سال 2018 در کشور 141 کارخانه صنعتی از فعالیت باز مانده است. و بینندگان عزیز، اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز میگم که از سوی بانک ملی به طور زیل تعیین شده است. $1 9 سومانی و 68 درم است، €1 10 سومانی و 72 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 146 سومانی و 50 درم، یعنی نسبت به روز گذشته کمی بلندتر رفته است. و بینندگان عزیز، با سپاس از یک شما برای همراهی که این صحبتان را چون همیشه با آزادی ویدیو آغاز کردید. من همه شما در دوام روز بازم منتظر میشم با خبرها و گزارش‌های جالب. ما را منتظر باشید در همین جا در آزادی ویدیو و در بخش مستقیم. روزی با قرار داشته باشید.